من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان و آقای داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل در دانشگاه لورنشن هستند. مهمانان سلام بر شما، خوش آمدین. و بس آقای سعیدی اگر با شما آغاز بکنیم، ترکیه میخواهد دوباره شانسش را بیازماید برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد و هفته بعدی یک هیئت بلندپایه که رئیس استخبارات ترکیه و یک شمار از وزیران است به پاکستان میآید. شانس موفقیت را برای ترکیه شما میبینین با توجه به تنشی که میان کابل و اسلام آباد وجود داره؟ جناب آقای امانی، خدمت شما دانشمند گرامی جناب آقای قیومی و کسانی که ما را میبینن و بیشتر سلام و عرض ادب دارم. خیلی تشکر. گرچه معضله بین دو کشور است، یعنی بین پاکستان و افغانستان است، اما نام خدا تعداد منجیگران زیاد است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرده که ما منجیگری میکنیم، قطر گفته ما منجیگری میکنیم، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته ما منجیگری میکنیم، ترکیه گفته ما منجیگری میکنیم. بله، هفته آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آقای ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه را که قبلا سخنگوی ترکیه بود در رأس هیئت به اسلام آباد میفرسته تا با آسم ملک رئیس استخبارات پاکستان و اشخاص دیگری ملاقاتی داشته باشد. اما چون به اکثر این کشورهایی که میخواهند منجیگری کنند به این نتیجه رسیدن که ارزش‌های دیپلماتیکش کمتر است، ولی تلاش میکنه که از راه استخباراتی حقایقی را روشن پیدا کنند که کیها ملامتند کی نیست، کی گناه داره کی نداره. من باور دارم اگر دستاوردی از اسلام آباد داشته باشه شاید ترکا سفری به کابل هم بکنن با رئیس استخبارات ببینن. این سفر ما امیدوار هستیم که بتونه یک روزنه امیدی به خاطر صلح و صفا پیدا کنه. خیلی تشکر، سپاسگزارم. آقای قیومی، روال این گونه است که کشور میانجی دو طرف را به هر حال میخواه یک جای و در حضور اونها دو طرف حرفهای خود را میگه و او تسهیل میکنه تنش یا چالش میان دو طرف را. وقتی میبینیم دو دوری از مذاکرات را ترکیه میزبانی میکنه، مذاکرات با چالش برمیخوره، با بنبست روبرو میشه، شکست میخوره، هیئت ها هر دو به کشورهای خودشان برمیگرده. حالا چرا باید هیئت ترکی به پاکستان بیاید و او هم در سطح بسیار بالا، رئیس استخبارات و وزیران بلندپایه؟ سلام خدمت شما سعیدی صاحب و بیننده های گرامی. خب ببینید، در مذاکره خب طبیعتا باید شیوه های متفاوتی را در نظر گرفته شود. یک بحثی که در استراتژی مذاکره خیلی زیاد اهمیت داره، پیش از اینکه دو طرف درگیر میانجی ها دعوت بکنه باید بحث‌های را با دو طرف داشته باشه که میتونه یک مقدار تسهیل بکنه وقتی که گفتگو شکل میگیره بین طرفینی که با هم منازعه دارن، با هم مشکل دارن. من برداشت میکنم با توجه به اینکه نشست های قبلی همزمان پس از اینکه درگیری ها بین طرفین شروع شد، ترکیه دعوت کرد از طالبان و از پاکستان. قبل از او دعوت بحثای با طرفین نداشت، در واقع که اونا را قناعت بوده یا یک مکانیزم مذاکره را با اونا روش بحث بکنه. خب طبیعتا مذاکره باید دنباله‌دار باشه. مذاکراتی که به یک دور صورت میگیره خب امکاناتی که توافق به دست بیاید بسیار محدود است. با دوره های چندین دوره را در نظر گرفته شود. به همین شکل ترکیه هم وقتی که نشست بین هیئت طالبان و پاکستان صورت گرفت، از قبل با دو طرف صحبت نشده بود، نتیجهش روشن نبود، نتیجه مثبت نبود. طرفین نتونستن که در بحثایی که داشتن، در بحثای بسیار طولانی روی یک دست کم مسائلی که عمدتاً کمک میکنه به کاهش مشکلات یا کاهش درگیری به نتیجه برسن. به این اساس با توجه به چیزایی را که در گذشته تجربه شده، این دور ترکیه با یک شیوه متفاوت در تلاش است که یک مقدار وضعیت تغییر بده. با اساس یک هیئتی را در نظر گرفته که باید با پاکستانیا صحبت بکنه. دست کم ممکن است که این هیئت از نزدیک با طرف پاکستان صحبت بکنه، ببینه که خواست پاکستان چی است. و شما ترکیه را آقای قیومی چقدر یک میانجی به طرف میدانین و از طرفی به دنبال چی است با این میانجیگری؟ مثلا با این تلاشی که داره انجام میده، حسن نیت را نشان میده، امنیت منطقه برایش مهم است یا چیزی دیگری؟
ببینید در مجموع وقتی کشورها میان به عنوان میانجی به طرفین بالاخره اعلام آمادگی میکنن، چند هدف دنبال میکنن. یک هدف البته مرتبط به این است که اینا در بازیای ژئوپلیتیک میخوان نشان بدن که کشور تاثیرگذار هستند و در واقع میخوان نقش بیشتری را در مناسبات بین المللی از این طریق به دست بیارن. وقتی یک کشور موفق شود که درگیری و منازعه را بین دو کشور دیگر رخ داده یا به یک شکل جریان داره مشکل حل بکنه، میتونه که یک مقدار امتیاز بین المللی بگیرن. به عنوان مثال شما میبینید که دمی چند ماه اخیر به این طرف مخصوصا آقای ترامپ به صورت نسبی نقشی را که در حل برخی از منازعات بین المللی داشته، همیشه در مباحثش عنوان میشه که من نقش داشتم در حل منازعات، دست کم در پایان جنگ بین هند و پاکستان من نقش داشتم، در توافقی که بین آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت، به همین ترتیب چند کشور دیگر. خب به این معنا که توانش برخی کشورها میکشند و نشان میدن که ما نقش داریم. ترکیه هم رقابت بسیار تنگاتنگی را با برخی کشورهای دیگه در منطقه داره، با ایران رقابت داره، به همین ترتیب در واقع با کشورهای دیگه. خب ترکیه به این دلیل علاقمند است که با دو طرف مناسبات خوبی را ایجاد کرده. با طالبان هم رابطه داره، رفت آمد داره. با پاکستانیا که ترکیه یک رابطه بسیار طولانی و تاریخی دارن، با هم رابطهشان نزدیک است. به اساس ترکیه تلاش میکنه که با فرستادن هیئت به پاکستان اول پاکستانیا را تا حدودی روی یک سلسله مسائل قانع بسازه، با توافق دست پیدا بکنن، بعدا طرف طالبان تا اینکه مذاکراتی که در ماه دسامبر صورت میگیره این دورش موفق شود که یک نتیجه نسبی را به طرفین به وجود بیاره. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای سعیدی، شما میدانید که قرار بود 2 هفته پیش هیئت ترکی به اسلام آباد بیاید، اما نمیدانیم به چه دلایل به تعویق افتاد. حالا مقام های ترکی گفتن که هفته پیش رو هیئت ترکی به پاکستان میآید، اما این هم در حالی است که ایران داره تلاش میکنه که میانجیگری بکنه. مثلا از یک نشست منطقه‌ای در ماه دسامبر خبر داده، گفته که در این نشست از دو طرف هم دعوت میکنه، از کشورهای منطقه هم گفتگوهای با قطر داشته، با ترکیه داشته، با روسیه داشته. فکر میکنین که کشورها هم سر میانجیگری رقابت بکنه واقعا و دست کدامش بالاتر خواهد بود؟ بدون تردید بین کشورهایی که میخوان میانجیگری کنن رقابت تنگ و تنگی، رقابت دشواری وجود دارد. ترکیه میخواهد که اگر صلح بین پاکستان و افغانستان صورت بگیره نام نیک را باید منکوبی کنه. جمهوری اسلامی ایران میخواهد که باید حرف اول را من بزنم و این را من به دست آورم. روسیه همچنین، قطر همچنین. از اینکه شما پرسان کردین که آقای اردوغان قبلا اعلان کرده بود که بعد تا وزیر دفاع و خارجه و استخبارات میفرستم به پاکستان، یک هفته و 10-15 روزی تلخ علتی بود که تعداد میانجیگری ها زیاد شد. اما کسانی که میانجیگری میکنن در بین خود تفاهمی ندارن. اما هیئتی که به زودی در هفته آینده استخبارات ترکیه و پاکستان میره، این به خاطر معلومات کردن است. یعنی وقتی که در مجلس میشینه باید هیئت میانجیگر معلومات و اسنادی داشته باشه. یه از پاکستانی ها تقاضا میکنه که وقتی که شما میگین طالبان افغانی TTP را حمایت میکنن، اسناد شما چی است؟ دلایل شما چی است؟ در اختیار ما قرار کنیم. عین دوره را افغانستان خواهد کرد که افغانستان که میگویه که TTP نیست، ما مخالف، ما و TTP همکاری نداریم، اسناد را حدود جمع‌آوری میکنه. این هیئتی است که میخواد اسناد جمع‌آوری کنه. اما در مجموع وقتی که ترکیه گام برداشته، کمتر باور دارم که کشورهای منطقه بتونن تحت ریاست ایران اجلاسی را برگزار کنن، به خاطری که ترکیه میخواد نقش کلیدی را در آسیا بعد از آقای اردوغان بازی کنه، نه آقای پزشکیان. آقای سعیدی، خب می‌دانیم که مذاکرات کابل و اسلام آباد برهم خورده، دو طرف در حالت آماده باش قرار داره. مثلا گزارشگران ما از امتداد خط دیورن گفتند که نیروهای دو طرف در حالت آماده باش است، دست به ماشه است. اما پس از شکست خوردن مذاکرات در استانبول هیچ اتفاق و درگیری را ما شاهد نیستیم.
این انتظارم چقدر میتونه امیدوار کننده باشه برای اینکه مذاکرات در راه است و مذاکراتی که ممکن سرنوشت ساز باشه؟ به باور من هر دو طرف علاقمند هستند که یک راه صلحی، راه گفتگوی پیدا شه که گپ به جنگ نکشه. اگرچه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گاه وقتی توییت های سختری میکنه، اما خوب است که آقای خواجه آصف صلاحیتش در حد توییت است نه بالاتر. تصمیم گیرنده آصف منیر است. باور می است که در همین لحظه اگر شما گفتیم که جنگ وجود نداره، بله من میگم جنگ وجود داره. جناب آقای قیومی به من خط بدن که یکی جنگ گرم است، یکی جنگ سرد. جنگ گرم است که توپ است و تفنگ است و طیاره است. جنگ سرد تبلیغات هر دو جانب، هم کابل هم اسلام آباد علیه یکدیگر تبلیغات بسیار شدیدی. یعنی جنگ سرد به اوج خود هسته. شما اگر میخواین در نشست‌های دیپلماتیک حضور پیدا کنید، در نشست‌های مذاکره حضور پیدا کنید، باید جنگ سرد تبلیغات کاهش یافت. فعلا جنگ سرد به اوج خود است. تا این جنگ سرد کاهش نیافته، خطر جنگ گرم هم دور شده نمیتونه. آقای قیومی، شما در این مورد باورتان چی است؟ مثلا وزیر دفاع پاکستان ادعا میکنه که هند از مسیر افغانستان بالای پاکستان به هر حال فشار تلاشی را داره که فشار بیاره. از طرف دیگه هم روابط کابل با دهلی گرم شده. پاکستان و افغانستان یک جنگ تجاری را برا انداخته. راههای ترانزیتی بسته است. کابل داره تلاش میکنه با هند روابط تجارتی خود را، همطور که روابط سیاسی را برقرار کرده، روابط تجاری محکمی را برقرار بکنه در از طریق بندر چابهار و همینطور هم از طریق کارگوهای هوایی. فکر میکنین نزدیکی کابل با دهلی میتونه پاکستان یک مقدار وادار به عقب نشینی بکنه؟ خب ببینین، با توجه به وضعیتی که فعلا، چالش‌هایی که فعلا بین طرفین وجود داره، پاکستان در مجموع در دو سطح عمدتاً در تلاش است که اگر بتونه که به چالش‌ها پایان ببخشه. از یک طرف دیده میشه که در سطح مسائل بین‌المللی وقتی که اظهارات مقامات پاکستانی را مورد توجه قرار بدین، تا حدود هنوزم لحن دیپلماتیک دارند. دیروز صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان در نشست بروکسل خب نشانگر این بود که به یک مقدار طالبان را پیام داشت که اینا باید مسئولانه برخورد بکنن و گروه های تروریستی که در خاک افغانستان فعالیت میکنه و مشکلات را به پاکستان ایجاد کردن نسبت به اونا باید یک مقدار جدی باشن و عمدتاً مسئولیت طرف طالبان ارجاع کردن و پیام وزیر خارجه پاکستان عمدتاً به جامعه جهانی بود که ما آنچه که در افغانستان مشکلاتی که بین ما بین طالبان ایجاد شده، مسئولیت بیشتر طرف طالبان است. ما به دنبال تشنج نیستیم، ما به دنبال مشکلات نیستیم. تا حدود یک مقدار به لحن دیپلماتیک بود. او طرف اظهارات به خواجه آصف وزیر دفاع به همین ترتیب سخنگوی وزیر خارجه دیروز یک مصاحبه بسیار طولانی داشت با خبرنگارای پاکستانی. در اوج بحث‌های زیاد مطرح شد، مخصوصاً بحثی که خب تا حدودی پاکستان در عین حالی که یک مقدار بحث‌های دیپلماتیک در نظر داره و منتظر است که میانجی ها چقدر میتونن که نقش مثبت بازی بکنن با این چالش‌هایی که ایجاد شده و مشکلاتی که ایجاد شده پایان داده شود. و از طرف دیگر دیده میشه که در عین زمان سیاست پاکستان در حال تغییر است، از یک تعامل به طرف تقابل است. یعنی به این معنی که تعامل تا هنوز نتیجه نداده. تعامل به این معنی است که تقابل به این معنی است که دیروز در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه بحثایی که چنین برداشت میشه که پاکستان در واقع آمادگی یک تقابل دراز مدت داره. در بحث‌های سخنگوی وزارت خارجه چنین آمده که ما در شرایط کنونی در تلاش هستیم که راه‌های بدیل به تجارت بین پاکستان و کشورهای دیگه ایجاد بکنیم. روی راه‌های بدیل، راه‌های جایگزین صحبت کردن. نکته دوم، وقت بحث صورت خبرنگار سوالش کرد که مسئله مرز مشکلات ایجاد کرده در مسائل ترانزیت و تجارت بین طرفین. گفت خب طبیعتاً این مشکلات به دو طرف است، اما به ما امنیت پاکستان در اولویت نسبت به تجارت. خب از این منظر دیده میشه که خب یک مقدار ممکن است که
در دراز مدت اونا فکر بکنن. بحث تقابل فعلا هنوز پیش پاکستانی ها مهم است که از این طریق اگر فشار وارد بکنن، فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی، که یک مقدار موقف طالبان تغییر بکنن. طالبان هم هیئت وزیر تجارتشان رفت به طرف هندوستان، اینا هم به دنبال یک راه جایگزین هستند. طبیعتا نشانگری است که اینا احساس میکنن که ممکن است تقابل زمانگیر باشه و باید از قبل آمدگی داشته باشند. اما در مسئله هندوستان، بله، ورود هندوستان به افغانستان برداشت می است که تا حدودی میتونه که چالش ها را بیشتر بکنه. پاکستان از ورود هندوستان به افغانستان و رابطه گرمی را که طالبان با هندوستان ایجاد میکنه احساس میکنه که ممکن است که پاکستان در دو جنگ، از یک طرف در روی با هندوستان، از طرف دیگه با افغانستان، ممکن است که در دراز مدت بازنده باشه. از این منظر یک مقدار طبیعتا نگرانم است. میتونه که یک مقدار از حضور هند و رابطه گرمی را که هند با طالبان ایجاد میکنه یک مقدار نگرانی داره. در عین زمان و این نگرانی، ولی این نگرانی فکر میکنین پاکستان وادار خواهد کرد که رابطهش با کابل به هر حال نرم بسازه، یا برعکس نتیجه منفی خواهد داشت و به نفع افغانستان است یا به ضررش در همینطور یک وضعیت پرتنش با پاکستان، گرمی رابط با هند؟ از نظر تاریخی اگر ما بررسی بکنیم، در مجموع حکومت‌هایی که در افغانستان البته در چندین دهه به این طرف تجربه شده آمدن، همیشه گرمی رابطه افغانستان با هند به ضرر افغانستان بوده و عمدتاً مشکلاتی را از طرف پاکستان ایجاد کرده. تصور من است که نزدیک شدن به طرف طالبان با هندوستان میتونه که بسیار چالش برانگیز باشه و هندوستان هم توجه داشته باشه که در مقاطع مختلف عمدتاً تلاش کرده که با اساس یک استراتژی امنیتی از خاک افغانستان، از جغرافیای افغانستان، به خاطر اینکه وزن سیاسیش بیشتر بکنه علیه پاکستان و مهار پاکستان استفاده کرده. بیشتر سیاست‌های هندوستان عمدتاً به اساس سیاست‌های امنیتی استوار است و این مسئله چیز روشن است که پاکستانی‌ها میفهمند که هدف اساسی هندوستان مهار پاکستان است، هم در افغانستان و هم در منطقه. به این اساس حضور گرم هند یا رابطه نزدیکشان میتونه که یک مقدار چالش ها را بیشتر بکنه. خیلی تشکر. بیشتر بکنه به جایی که پاکستان تغییر جهت بده و آماده پذیرش خاص طالبان باشه. سپاسگزارم. ممنونتون آقای سعیدی. در کنار گرمی روابط با هند، شما فکر میکنید چه موانعی وجود داره که موفقیت این میانجیگری ها یا اگر گفتگوها ها دوباره رقم بخوره را تهدید بکنه؟ هر دو تا، هم افغانستان هم پاکستان فعال هستند، اما با دو تفاوت. پاکستان در حال دیپلماسی سفرهای وزیر خارجه ساختار به کشورهای اروپایی زیاد تلاش میکنه که افغانستان را یک کشور تروریست پرور معرفی کنه و از نگاه دیپلماسی افغانستان را به انضباط کشور زیاد فعال است. اما افغانستان هم از طالبان از نگاه اقتصادی فعال هستند که بدیلی برای پاکستان، مثلا کارگوی هند و انتقالات از راه چابهار، اگرچه به باور من کارگو در دراز مدت نمیتونه مشکلی تجارتی افغانستان حل کنه، اجالتا خوب است، اما راه چابهار شما می‌بینید که تحت تعذیرات بوده، زیرساخت‌های مکمل تجارا می‌فهمند که زیرساخت‌های مکملی نداره و از ولایت نیمروز ایلا چابهار هم امنیتی شاید و وعدی وجود نداره. بنابراین بعد از 6 ماه تعذیرات علیه چابهار اومدیم که این مشکل نمیتونه حل کنه. اگر طالبان افغانستان همزمان مانند پاکستان هم در اقتصادی فعال می‌بودند که فعال هستند و همچنین از دیپلماسی فعال می‌بودند بهتر بود. پاکستان از نگاه دیپلماسی و معرفی طالبان را به حیث مشکلی منطقه زیاد دست بلندی داره، سفرهای زیادی میکنه، معرفی میکنه، اما طالبان در بخش اقتصادی زیادتر مصروف هستند در حال حاضر. اما من باور ندارم که این جنگ تنها اگر جنگ صورت میگیره، من باور ندارم که محدود بین طالبان و پاکستان بمانه. مجرد که جنگ آغاز هند دخیل خواهد شد، منطقه یک ذره بحرانی خواهد شد. خدا کنه این کار نشود.
بله و تلاش هایی که وجود داره برای حل تنش میانجیگری که میشه، فکر میکنین موانع جدیش چی است؟ بهانه تراشی پاکستان است؟ فکر میکنین دور بودن موازی دو طرف است یا ای که اصلا هیچ طرف کنار آمدنی نیست؟ تلاش ها فصلی و موسومی است. همین 4-5 کشوری که میگفتم روسیه، ایران، ترکیه، قطر اعلان کردن هر کدومی اول دنبال منافع خود هستند، بعدا دنبال منافع افغانستان و پاکستان هستند. من باور دارم که یک تعداد کوشش میکنن که پاکستان زیر بال خود بگیرن به شمول ترکیه و یک تعداد کوشش میکنن که به نوی آینده افغانستان بشه. ما کسانی که صلح میکنن اهداف دراز مدتی دارن. کاش که ایران، کاش که ترکیه صادقانه به خاطر افغانستان و پاکستان میبودن. اهداف خود را دارن. این اهداف از اینا اگر تقابل و تداول پیدا شه مشکلات زیادتر میشه. من کمتر باور دارم که به زودی بتونه این مسئله حل فصل شه. به خاطر از اینکه تکرار میکنم یک بار دیگر جنگ سرد شروع، تبلیغات زیاد است. هر قدر ما در حالی که هند سابقه دوستی داره با ما، همکاری داره، کشور خوبی است، هر قدر ما به هندوستان نزدیک میشه ممود است مثل آتش به خرمن پاکستان بزنیم. این مشکلات بالاخره آینده مشکلات زیادتری را به وجود میاد. و این ادامه جنگ سرد آقای سعیدی به کجا خواهد انجامید؟ مثلا جنگ سرد پیش از این درگیری ها هم ادامه داشت. زمانی که آقای متقی به هند رسید پاکستان حمله کرد و سرانجام به یک جنگ گرم تبدیل شد که چند روزی هم ادامه یافت و پای طرف ها را به میز مذاکره کشاند. حالا فکر میکنین این جنگ سرد اگر ادامه پیدا بکنه به میز مذاکره خواهد رفت یا یک درگیری دیگری را شاهد خواهد بودیم یا دوامدار خواهد بود این وضعیت؟ اگر میخواهند از راه دیپلماسی و تفاهم هر دو کشور به نتیجه برسند باید جنگ سرد کاهش بدن، تبلیغات علیه یکدیگر کمتر کنند، اتهامات علیه یکدیگر کمتر کنند، زورنمایی مانند خواجه آصف یا کسی دیگری نکنند. اما در حال حاضر هیچ کدام عقب نشسته، هیچ کدام پایین نیست. افغانستان تلاش است که رازنه اقتصادی خود را رشد بده تا بتونه پاکستان ضربه اقتصادی بزنه، ولی پاکستان در تلاش است که از نگاه دیپلماسی افغانستان رو خانه به ایران تبدیل کنه. این بازی ادامه دارد. ظاهرا نمی هیئتی از ترکیه که میاد من کمتر باور دارم که نتایج مطلوب بیاره، به خاطر اینکه ایران کوشش میکنه که این آتش به طرف بانه قطر همچنین، روسیه همچنین. ای کاش که یک من دیگر می بود، کاش که اعتماد به همه می بود. بدون شک به یک دیگر اعتمادها هم که باید به این کشورها من دیگری بشه، اعتمادها هم کار آسان نیست، باید کمک دقت کنه. بسیار تشکر آقای قیومی. بسیار کوتاه اشاره بکنین نقش دیپلماسی چند جانبه شما در کاهش تنش‌ها چقدر حیاتی میدانین؟ از طرفی هم میدانیم ترامپ هم در انتظار است به هر حال که زمینه برش مساعد شود برای اینکه میانجیگری بکنه، چون اعلام کرده بود ممکن است مثلا اگر یک درگیری دیگر رخ بده و این میانجیگران منطقه‌ای کارساز نباشد تلاش‌هایشان ممکن است اونا هم پا پیش بگذاره. حالا شما اگر در مورد دیپلماسی چند جانبه ببینین مثلا ترکیه، ایران و قطر، اینا در این شرایط چقدر میتونه حیاتی باشه و چقدر میتونه اثرگذار باشه اگر یکی از طرف‌ها اصلا به دنبال توافق هم نباشه مجبور شوند تن به تن برای پایان جنگ و منازعه؟ خب ببینید بحث حل مشکلات مرزی به می شکل در مجموع جنجالایی که بین پاکستان و طالبان وجود داره نیاز به زمان داره. در واقع باید بحث‌های زیادی صورت بگیره تا اینکه طرفان به یک نتیجه برسند و در عین زمان باید به خواسته‌هایی که پاکستان داره یک مقدار تعدیل صورت بگیره، اونا یک مقدار موقفشان تغییر بکنه، ممکن است که نتیجه بده. اما تلاش‌های چند جانبه‌ای را که شما اشاره کردین در سطح دیپلماسی منطقه‌ای در صورتی که این کشورها به اساس یک استراتژی مشخص و در عین زمان با هم همکاری مشترک داشته باشند کار بکنند در قسمت حل بحرانی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده، در مرحله اول ممکن است که کمک بکنه به مدیریت منازعه، به مدیریت بحران، به خاطر اینکه قبلا هم اشاره کردم پایان دادن به این مشکلات زمان نیاز داره. در مرحله اول میتونه که تلاش‌ها به مدیریت بحران کمک کنه، اما در دراز مدت بیشتر نیاز است که مذاکرات ادامه داشته باشه. خیلی تشکر. سپاسگزارم آقای داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل در دانشگاه لورنشن و آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین از حضورتان در فراخبر. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان برنامه.